درود میگیم با یک شما بینندگان عزیز و چون همیشه در صبح صادق با خبر تازه در خدمتتون هستم. حالا ساعت به وقتی پراگر رسو 7 است و شما از آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی نوید بامدادی رو در تقدیم من شهلا خوجا تماشا دارید. باوری دارم در چند دقیقه دیگر حتما با ما خواهید بود. نخست از بود هوا میگوییم در پراگ امروز هوای آفتابی پیشگویی شده است. انتظار می رود که حرارت هوا روزانه 26 درجه را تشکیل نماید. در مسکو پایتخت روسیه روزانه هوا ابری بوده و بیگا باران میبارد. گرمی در دوام روز 23 درجه خواهد بود. در دوشنبه هوا هم امروز هوا ابری می شود و حرارت به 31 درجه می رسد. انتظار می رود که در ورشاو نشست سازمان امنیت و همکاری های اروپا اوید به ارزیابی های حقوق بشر روز 16 سپتامبر شروع شده تا 26 سپتامبر ادامه کند، اما هنوز معلوم نیست که از جانب حکومت تاجیکستان کدام مقام و نماینده در این نشست شرکت خواهد کرد. نشستی که در 3 سال گذشته به یک ملاقات روبروی غیر رسمی و به اختیار نماینده حکومت تاجیکستان و مخالفانش در خارج تبدیل شده است. بررسی مسائل حقوق بشر و پیشرفت و کمبودی‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اروپا را هدف خود قرار میدهد. تا کنون سازمان‌های جمعیتی فعالان حقوق و حامیان آزادی بیان گفتند که در نشست ورشاو اشتراک خواهند کرد. روز 3 سپتامبر چند نماینده حکومت تاجیکستان به طور غیر رسمی و به شرط نشر نشدن نامشون به رادیو آزادی گفتند که نمایندگان حکومت تاجیکستان حتما به پایتخت پولشا میروند. طور یک نماینده سها گفت از روی طلبات آنها تنها نفرانی که باید سخنرانی کنند دعوتنامه میگیرند و ترتیب شرکت در نشست ورشاو این است که هر دولت، سازمان، گروه، فعال جمعیتی و نفر خواهشمند شرکت در جلسه باید عریضه اشتراک در آن را پیشکی طریق اینترنت به نام سازمان فرستد و بعداً به نام او دعوتنامه و یا تکلیفنامه فرستاده خواهد شد. سال گذشته با تشبوس سازمان هیومن رایتس واچ یک نشست خاص اوید به وضع حقوق بشر در تاجیکستان برپا شد و در آن خواهشمندان از جمله نمایندگان مخالفان تاجیک در خارج اشتراک و سخنرانی کردند. در شهر ولادیمیر 80 مهاجر تاجیک را با گمان نقض قاعده های بود و باش دستگیر کردند. مقامات میگویند مهاجران اجازه کار و اقامت نداشتند و از روسیه اخراج خواهند شد. نزدیکان بعضی مهاجران میگویند آنها چند اشتباه تکنیکی کردند که در عوض آن اخراج از روسیه جزای سخت است. مهاجران بازداشت شده اساساً در ساختمان و انبار محصولات کار میکردند. در میان 80 مهاجر بازداشت شده 18 نفر از دهه اورمیتنی ناحیه عینی ولایت سوغد میباشند. عادل دوستف از دهه اورمیتنی گفت اخراج اکثر آنها با بهانه‌های ناچیز صورت میگیرد، به مثل هنگام تفتیش قرار نداشتن مهاجر در جایی که برای استقامت دائمی ثبت نام شده است. شرایطشان در بازداشتگاه‌های موقتی خوب نیست، حتی برایشان غذا برده نمیشود. گفتند که برایشان خودتان بلیط هواپیما بخرید، افزود مصاحبه رادیو آزادی. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه با هدف اشکار کردن مهاجران غیر قانونی در شهر ولادیمیر تفتیش سرتاسری را آغاز کرد. مقامات تاجیکستان میگویند از بازداشت مهاجران تاجیک در شهر ولادیمیر خبر دارند. از جمله ابراهیم محمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت برای حمایت از منفعت شهروندان تاجیکستان آماده هستیم. اگر واقعا بی‌عدالتی باشد کوشش میکنیم که حمایت کنیم، اما اگر قانون شکنی باشد پس معیار قانون برای همه یک است. در 4 سال اخیر پس از آن که برای مهاجران تاجیک پتنت یا اجازه برای کار حتمی شد، هزاران مهاجر تاجیک با بهانه‌های نداشتن سند و نقض قاعده بود و باش بازداشت و از این کشور اخراج شدند. حامیان حقوق میگویند دادگاه‌های روسیه پرونده مهاجران را دسته بررسی میکند و بعضا حکم اخراج به حضور آنها خوانده میشود. کرامت شریپوف حامی حقوق مهاجران که خودش 2 سال پیش از روسیه اخراج شد میگوید معرکه بیرون کردن مهاجران تاجیک از این کشور صورتی بیشتر پیدا کرده است. او گفت هر ماه صدها مهاجر از گوشه‌های گوناگون روسیه اخراج میشوند و حالا از 1% سابق مهاجران تاجیک تمغه ممنوع الورود را به روسیه دارند. در پی دیگرگونی در قانون مهاجرت در 4 سال اخیر بیش از 200,000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شدند و برای سالهای طولانی حق ورود را ندارند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید ماه اپریل امسال امالی رحمان در روسیه با ولادیمیر پوتین موضوع عفو مهاجران را مطرح کرده است. هنوز مسئله عفو مهاجران در روسیه نهایی نشده است، ولی اخراج آنها نیز قطع نشده است.
دعوت تیرمایی جوانان به ارتش تاجیکستان ماه اکتبر آغاز خواهد شد. در این باره پرزیدنت ایمالی رحمان روز 3 سپتامبر فرمانی را صادر کرد. به اطلاع مقامات معرکه تا آخر ماه نوامبر امسال ادامه میکند. هر سال در بهار تیرما جوانانی از 18 تا 27 ساله به صف نیروهای مسلح دعوت میشوند، اما همیشه در جریان این معرکه ها از جلب مجبوری یا ابله جوانان به ارتش گذاری شده است. بعضی از ساکنان میگویند مقامات انتظامی حتی فرزندان آنها را از داخل خانه و جای کار به ارتش میبرند. در گذشته درباره جلب افراد بیمار نیز چند دفعه گزارش شده بود. مقامات بارها وجود چنین پدیده را رد کردند. خدمت در ارتش یکی از مسائل های داغ جامعه تاجیکستان است. فعالان حقوق میگویند مشکلات به مثل زورگویی و کمبود غذا بسیاری از جوانان را از خدمت گریزانده است. نو سفیر سابق امریکا هشدار دادند که اخراج شتاب کرونا نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب یک جنگ داخلی دیگر در این کشور همسایه با تاجیکستان می شود. آنها گفتند که تا زمانی که سازش واقعی صلح با طالبان در افغانستان به دست نآید، امریکا نباید سربازانش را از آنجا بیرون کند. دیپلمات‌های آمریکایی گفتند اخراج نیروها باید بعد سازش واقعی صلح صورت بگیرد، نه اینکه پیش از آن. در بیانیه سفیران سابق آمریکا در کابل که مؤسسه تحقیقاتی شورای اتلانتیک در واشنگتن روز 3 سپتامبر نشر کرد آمده است اخراج نیروها نباید شتاب کرونا باشد تا به طالبان این احساس را دهد که پیروزی نظامی به دست آوردند. آمریکا حالا در افغانستان بیشتر از 8000 سرباز دارد. یک روز پیشتر از این بیانیه زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا که تقریبا یک سال با طالبان در قطر مذاکرات انجام میداد گفت دو طرف اصولاً به سازش صلح و خاتمه دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان موافقت کردند. عین زمان در بمبگذاری و حمله جنگجویان طالبان در کابل در روز 2 سپتامبر 16 غیر نظامی کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. مراسم ویدو با والریا و یا ایمان پورخوا یک ترجمان معروف قرآن به زبان روسی روز 4 سپتامبر در مسجد مرکزی روسیه واقع در خیابان پراسپکت میرای شهر مسکو برگزار می شود. پورخوا روز 2 سپتامبر در مسکو در 79 سالگی درگذشت. او همچون ترجمان معروف و فعال حقوق مسلمانان در روسیه می شناختند. دانشمندان علوم اسلام به ترجمه های پورخوا به زبان روسی بهای بلند دادند. نسخه های کاری او از جمله در قلمروی اتحادیه شوروی بارها نشر شده است. پورخوا سال 1975 با یک مرد سوریایی ازدواج کرده در دمشق زندگی اختیار کرد. سال 1981 دین اسلام را قبول کرد و اسم دوم خود را به ایمان تغییر داد. در سوریه او به ترجمه متن قرآن پرداخت و سال 1991 این کار خود را به انجام رسانید. نسخه ترجمه شده قرآن پورخوا 12 دفعه بازر نشر شده است. در دهه ژن پخته ولایت چوی قرقیزستان روز 29 آگوست یک دختر 14 ساله تولد کرده است. پدر 53 ساله دختر با گمان تجاوز فرزندش بازداشت شده است. مقامات امور داخلی آن کشور با مدعی تجاوز پرونده باز کردند. حالا کودک را به ولایت دیگر دادند. بعد انجام تفتیشات بر رفتار والدین و طبیبان بهای حقوق داده خواهد شد، گفت نورگل نوسوب و سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت چوی. به اطلاع مقامات دختر 14 ساله فرزند کلانی خانواده بوده است. عین حال وی در مرکز حفظ کودکان است و کمک روانی دریافت میکند. حامیان حقوق در قرقیزستان بارها اظهار داشتند که حامله شوی نابالغان نتیجه تجاوز است و جنایتکاران بیشتر وقت مجازات نمیشوند. و یک خبری ورزشی نیز هست. حمایتگری لیورپول انگلیا ویرجیل وان دیک، حمله‌گر بارسلونا اسپانیا لیونل مسی و حمله‌گر یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو بر روی خط 3 داوطلب عنوان بهترین بازیگر سال طبق ارزیابی فدراسیون بین‌المللی اساسیاسیون فوتبال خود فیفا داخل شدند. در این باره سامانه فیفا خبر داده است وان دیک در موسم گذشته در هیئت لیورپول غالب لیگ قهرمانان گردیده. در قهرمانی انگلیا بعد منچستر سیتی مقام دوم را کسب نمود. از این پیش وان دیک 28 ساله برنده جایزه بهترین بازیگر موسم طبق ارزیابی اتحادیه اساسیاسیون فوتبال اروپایی گردیده و مسی و رونالدو را به قفا گذاشته است. مسی در ترکیب منتخب آرژانتین جایزه دار برنجی جام آمریکا در سال 2019 گردیده است. رونالدو در موسم 2018-2019 به عنوان قهرمان ایتالیا دست یافت. اینچنین او در هیئت تیم ملی پرتغال غالب لیگ ملت‌ها گردیده است.
مراسم سپردن جایزه‌های فیفا 23 سپتامبر در شهر میلان ایتالیا برگزار می‌شود. یادآور می‌شود ماه سپتامبر سال گذشته لوکا مودریچ نیم حمایتگر دسته منتخب فوتبال خرواتیا و بازیگر باشگاه ریال مادرید بهترین بازیگر سال طبق ارزیابی فیفا اعلام شده بود. و دوستان عزیز در این قسمتی صحبت من تصمیم گرفتم با پیام‌هایی که شما طریق تلفنی 420 724 056 681 با ما ارسال داشتید پاسخ بدم. شماره زیادی شما چند روز این جانب برای نوارهای با ما میفرستید، نوارهای رو با ما میفرستید و یا تماس میگیرید که درباره بازداشت 3 میلیاردگرای روس برای کشتار مهاجر تاجیک ربط میگیرد. اما به سهم شما میرسانم که این نوارها مالی سال 2008 هستند. از این خاطر پیوند دادن آن به ویدیویی که آخر هفته گذشته که لاتوکوبی بیرحمانه مهاجر رو که شاید تاجیک باشد نشون میدهد نشاید. هرچند درباره این نوار نیز هنوز چیزی روشن نیست که آن کی و در کجا ثبت شده است. ما روز گذشته خبر داده بودیم که مقامات روسیه و تاجیکستان در پی آموزش این نوار هستند و هنوز کسی در این مورد بازداشت نشده است. از همین خاطر از همه شما خواهش میکنیم که قبل از فرستادن این نوار خوب اهمیت بدید. همزمان چند از شما در مورد بالاروی نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان خبر داده و اظهار نگرانی کردید. همکاران ما از پی این موضوع هستند و اگر حقیقت داشته باشد ما در دوام روز برایتان تفصیلات بدیم. تشکر که به ما باوری دارید و همکاری میکنید و مراجعات شما از مد نظر ما دور نمیماند. و حالا از قلب اسعار خارجی برای امروز میگویم که از طرف بانک ملی به طور زل تعیین شده است $1.969 درهم، 1 یورو 10.60 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 144.40 درهم، یعنی نسبت به روز گذشته کمی پایین تر آمده است. و با سپاس از یکی شما دوستان عزیز برای اینکه ما را تا چند دقیقه 12 دقیقه اگر خطا نکنم تماشا کردید و من همه شما رو در دوام روز باز منتظر میشوم در تقدیم سرخطای روز و همین گونه در برنامه خبری که خبر گزارش‌های زیاد داریم که فکر میکنم برای شما دیدنشون جالب خواهد بود. ما شما رو منتظریم. روز خوب داشته باشید.